من همین در دست من روزنامه چراغ روز در همینجا سخنرانی شما در اجلاسیه ششم مجلس عالی جمهوری است. ما را امروز از روی ترس بالای دست میگردانند، ولی روزی می شود که از گلویتان میگیرند. تکرار میکنم، این سخنهای شما محترم امام علی شریفویچ. ما را امروز از روی ترس بالای دست میگردانند، ولی روزی می شود که از گلویتان میگیرند. بله، دیگر وقتی آن آمد که مردم از گلوی ظالمان میگیرند. دیگر کاسه صبر مردم لبریز شد. دیگر برای مردم فرق بین مرگ و زندگی گم شد. دیگر مردم نمیخواهند که گستربایتر باشند، غلام باشند. دیگر مردم نمیخواهند که در خانه های خنک زندگی میکنند. دیگر مردم نمیخواهند که بچه های آنها درد فراق کشند. دیگر نمیخواهند که بچه های آنها غلام شوند، غلام باشند، غلامانه زندگی کنند. برای همین دیگر وقت صبر و تحمل نیست. این دفعه اختیار در دست شماست. شما باید انتخاب کنید و یگانه راه اشتراک نکردن شما در انتخابات است. به حق مردم رحم کنید. به حق مادران ره انتظار، به حق کودکانی که آینده ندارند شما رحم کنید. به این خلق رحم کنید. 20 سال طاقت کرد. محترم امام علی شریفویچ، به همین مردم تاجیکستان از تلویزیون یک بار برآمد کنید و یک جمله گویید: یک جهان تشکر، من رفتم. این بهترین سخنرانی شما می شود. این بهترین پیام شما می شود. این پیام تاریخی شما می شود. این پیام می شود که بعد 10 ساله ها و 100 ساله ها مردم به یاد خواهند آورد.